در نام مقدس خدای راستین عاشق، خدای ذره جاودان کوانتومی، خدای جان و خرد، درود بر همه عزیزان. همین حالا قبل از حذف شدن این را تماشا کنید. تئوری های توطئه برای قرنها وجود داشتند، اما بعضی از آنها از بقیه چشمگیرتر هستند. امروز می خواهیم عمیقاً به بررسی بزرگترین تئوری توطئه تمام دوران بپردازیم. شواهد را موشکافی کنیم و حقیقت را فاش کنیم. آیا این یک واقعیت تکان دهنده است یا فقط یک تعقیب بیهوده؟ با ما همراه باشید تا بفهمید و خودتان قضاوت کنید. کاوش در ناشناخته ها با دولورس کانن. دولورس کانن یک هیپنوتراپیست یعنی هیپنوتیزم درمانگر معروف پا فراتر از قلمرو ذهن هوشیار گذاشت. او از روش‌های درمانی خود برای کاوش در اعماق تجربه بشری استفاده کرد. با پیوستن به او در این جستجو ما چارچوب اساسی وجودمان را از طریق لنز انقلابی، نظریه کوانتوم و نور مرموز تحقیق متافیزیکی بررسی می‌کنیم. نقش متافیزیک در درک واقعیت. متافیزیک که مطالعه واقعیت نهایی فراتر از فیزیک است، یک چارچوب برای زیر سوال بردن جایگاه ما در طرح بزرگ کائنات فراهم می کند. از طریق کار او با مراجعینی که تحت هیپنوز یا برگشت به گذشته قرار داشتند، کانون به کاوش در خاطرات زندگی‌های گذشته و گزارش‌هایی از زندگی پس از مرگ پرداخت. این تجربیات که اغلب به عنوان وجود خارج از زمان خطی و فضا توصیف می‌شوند، به واقعیتی بسیار باشکوه‌تر از آنچه حواس فیزیکی ما می‌توانند درک کنند اشاره دارند. وهم الهی. آیا واقعیت یک نمایش است؟ در اینجاست که مفهوم وهم الهی به وجود می آید. آیا واقعیت درک شده ما با تمام محدودیت‌های مادیش صرفاً یک فرافکنی از یک آگاهی برتر است؟ شاید این آگاهی برتر که فراتر از درک ما وجود دارد، این نمایش پیچیده را به دلایلی که هنوز نمی‌توانیم درک کنیم کارگردانی کرده است. نظریه کوانتوم، چالشی برای واقعیت کلاسیک. نظریه کوانتوم که مطالعه علمی جهان زیراتمی است، یک پیچ غیرمنتظره شگفت انگیز به این کاوش می‌افزاید. ذرات در سطح کوانتومی رفتارهای عجیب و غریبی از خود نشان می‌دهند و به طور همزمان در چندین حالت وجود دارند. تا زمانی که مشاهده شوند، این موضوع تصور کلاسیک ما از یک واقعیت ثابت را به چالش می‌کشد و در را برای امکان یک جهان سیال و به هم پیوسته باز می‌کند. آیا آگاهی ما واقعیت را شکل می‌دهد؟ آیا ممکن است آگاهی ما از طریق مشاهده و قصد نقشی در شکل دادن به واقعیتی که تجربه می‌کنیم داشته باشد؟ آیا عمل درک کردن چیزی آن را در طیفی از احتمالات تثبیت می‌کند؟ این ایده با مفهوم وهم الهی همسو است، جایی که یک آگاهی برتر از طریق آگاهی وسیع خود تار و پود هستی را شکل می دهد. ما بازیگران هستیم یا کارگردان؟
اگر ما واقعاً بازیگران یک نمایش کیهانی هستیم، پیامدهای آن چیست؟ آیا این موضوع اهمیت ما را کم می کند و ما را به عروسک‌های خیمه شب بازی تقلیل می دهد؟ پاسخ در کم کردن فردیت ما نهفته نیست، بلکه در گسترش آن است. شاید ما هم‌آفرینان در این نمایش با شکوه باشیم، با آزادی برای کاوش، یادگیری و تکامل در چارچوب پارامترها که توسط آگاهی برتر تنظیم شده است. تار عنکبوت به هم پیوسته، بیداری به یگانگی همه چیز. شکل دهی واقعیت توسط آگاهی. این ایده که افکار، ادراکات و آگاهی ما واقعیتمان را شکل می دهد اساسی است. همه چیز در جهان به طور پیچیده‌ای به هم مرتبط و وابسته به هم است. این درک در قلب بسیاری از بیداری‌های معنوی قرار دارد. این یک بصیرت است که بر وهم جدا انگاری فراتر می رود و وحدت ژرف زیربنایی تمام هستی را آشکار می کند. این درک می تواند دگرگون کننده باشد و حس تعلق، دلسوزی و مسئولیت برای دنیای اطرافمان را تقویت کند.